با دقت تیغ‌ها را بر می داشت و جای آنها را تمیز می کرد. پایین راه پله که به آپارتمانشان منتهی می شد، میشیما در حال صحبت با یک مشتری قد بلند و هیکلی بود. اگه روش اصیل و مردونه میخواید من بهتون هاراکیری رو توصیه میکنم. این رو به هر کسی پیشنهاد نمیدم چون طرف باید ورزشکار باشه. خب شما که مسلماً ورزشکارید دیگه، درسته؟ ببخشید فضولی میکنم، شغل شما چیه؟ معلم ژیمناستیکم. توی مدرسه مانترلند کار میکنم. آها، پس درست حد زدم. دیگه تحمل شاگردا و همکارامو ندارم. میشیما تایید کرد. بله، گاهی سر و کله زدن با بچه‌ها دشواره. مثلا پسر کوچیکه من. تو فکر نفت یا بنزین بودم. مغازه‌دار تایید کرد. خودسوزی توی فضای بازم فکر بدی نیست. واسه این کار هرچی بخواید داریم. ولی صادقانه بگم، هاراکیری. به هر حال نمیخوام خرج روی دستتون بذارم. تصمیم با خودتونه. معلم ورزش هر دو گزینه را سبک سنگین کرد. خودسوزی، هاراکیری. آقای تواج تأکید کرد. هاراکیری. تجهیزات زیادی میخواد؟ یه دست کیمونو که خوشبختانه اندازه شما رو موجود داریم و مسلماً تانتو که مردم الکی دربارش نق میزنن. اندازش اونقدران بلند نیست. آقای تواج با جدیت حرف میزد. شمشیر تقریباً بلند را از روی دیوار برداشت و در دستان مشتری گذاشت. خودم تیزش میکردم. به لبش دست بزنید. دل و جیگرتون رو میبره. معلم ورزش به برق تیغ شمشیر نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. میشیما کیمونو را روبروی مشتری پهن کرد و میخواست آن را بپیچد. این تیکه ابریشمی قرمز که اینجا دوخته شده ایده پسر بزرگم بود و در واقع نقطه ورود شمشیر رو مشخص میکنه، چون بارها پیش اومده که مردم خودشون رو اشتباهی زخمی کردن، یا بالا میزدن که به قفسه سینه میخورد یا پایین که توی شکم میرفت. باید مواظب بود که آپاندیس بریده نشه. معلم پرسید: ببخشید هزینه‌اش چقدر میشه؟ 300 یورو ین. واقعاً میتونم با کارت؟ چی؟ اینجا با کارت اعتباری حتما شوخی میکنید. آخه میدونید یه مقدار زیاده. خب مسلمه، از یه بشکه بنزین گرونتره، ولی در نظر بگیرید این آخرین خرج شماست. نیازی نیست بگم هاراکیری خودکشی اشرافیه. اینا رو هم نمیگم چون اسم خودم میشیماست. مشتری دو دل بود. وزن شمشیر را در دستانش حس میکرد. میترسم شجاعت این کارو نداشته باشم. شما سرویس خدماتی ندارین؟ میشیما ناراحت شد و گفت: اوه نخیر، مقاتل نیستیم. باید بدونید که این جرمه. ما اینجا فقط تأمین کننده نیاز مردمیم، ولی بعدش دیگه خودشون باید به کارشون برسن. وظیفه خودشونه. وظیفه ما خدمت رسانی و فروش محصولات با کیفیته. میشیما با گفتن این حرفها مشتری را به سمت پیشخوان کشاند و با دقت کیمونو و تانتو را بسته بندی کرد. خیلی از مردم آماتورن. میدونید از هر 150,000 نفری که دست به خودکشی میزنن 138,000 نفر شکست میخورن. اغلبشون علیل میشن و میفتن روی ویلچر. از ریخت و قیافه میفتن. ولی ما اینطوری نیستیم. ما خودکشی رو تضمین میکنیم. اگه نمردید پولتون رو پس میدیم. حالا بفرمایید، از این خرید پشیمون نمیشید. ورزشکاری مثل شما فقط یه نفس عمیق بکشید و برید سمت هدفتون. در ضمن همونطور که همیشه میگم شما فقط یک بار میمیرید. پس کاری کنید که اون لحظه فراموش نشدنی باشه. میشیما پول معلم ورزش را توی صندوق گذاشت. وقتی باقی پولش را پس میداد گفت: صبر کنید، میخوام یه ترفند بهتون بگم. نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی دور و برش نباشد. بعد توضیح داد: وقتی شمشیر رو توی دلت فرو کردی روی زانوات خم شو، چون اگرم عمیق نره تو وقتی از حال بری تا دسته فرو میره. وقتی دوستات جسدتو کشف کنن خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. چی؟ هیچ دوستی نداری؟ خب در عوض پزشک آمبولانس رو تحت تاثیر قرار میدی. مشتری تشکر کرد و غرق این فکر شد که چه کار باید بکند. قابلی نداشت، وظیفه ماست.
خوشحالم در خدمتتون بودم. لوکریس یه لحظه بیا. خانم تواج در زیر راه پله را باز کرد. ماسک ضد گازی به صورتش زده بود که صورت و گردنش را پوشانده بود. چشمان گرد و بازش، بالای محفظی فیلتردار و بزرگ جلوی دهانش او را شبیه مگسی خشمگین کرده بود. لباس سرتاپا سفیدی تن کرده بود. دستکش‌های جراحیش را از دست درآورد و نزد شوهرش رفت. میشیما او را صدا زده بود تا درباره یکی از مشتریها به او توضیح بدهد. اون خانم یه چیز زنونه احتیاج داره. صورت مگسوار خانم تواج از پشت ماسک وز کرد. بعد فهمید هنوز ماسک را در نیاورده است. بند آن را از سرش باز کرد و ماسک را در دستش گرفت. یه چیز زنونه. خب فکر کنم سم از همشون بهتر باشه. زنونه ترین چیزیه که داریم. اتفاقا الان تو انبار داشتم سم درست میکردم. دکمه های روپوش سفیدش را باز کرد و وسایلش را روی پیشخوان کنار صندوق گذاشت. سم. خب چی خدمتتون بدم؟ سم تماسی داریم که اگه دست بهش بزنید میمیرید. سمهای بو کردنی و خوردنی هم داریم. کدومشون رو میپسندید؟ زن که انتظار چنین سوالی را نداشت گفت کدومشون بهتره؟ لوکریس جواب داد سمهای تماسی، اسید مارماهی، سم قورباغه طلایی، ستاره شب، ژل مرگبار، وحشت خاکستری، روغن مات، سم گربه ماهی. تازه همش اینا نیستن، محصولات دیگه توی قفسه تره بارن. و به بطری های فراوان آن قسمت اشاره کرد. سمهای بویایی چی؟ اونا چطورن؟ ببینید خیلی ساده است. در بطری رو باز میکنید و محتوای اون رو بو میکشید. میتونه زهر عنکبوت، نفس مرد حلق‌آویز شده، ابر زرد، زهرابه چشم بد، رایحه صحرا و از اینجور چیزا باشه. نمیدونم چی انتخاب کنم. اینجوری که شما میگید واقعا گیج شدم. خانم تواج پاسخ داد ناراحت نباشید. طبیعیه که نتونید تصمیم بگیرید. اگرم ترجیح میدید خوردنی باشه، عسل سرگیجه داریم. پوست رو قرمز میکنه و باعث میشه خون عرق کنید. مشتری اخم کرد. لوکریس از او پرسید حالا چرا میخواید خودتون رو بکشید؟ از مرگ یکی خیلی به هم ریختم. همش به اون فکر میکنم. به خاطر همین اومدم اینجا. هر کاری میکنم نمیتونم فراموشش کنم. میفهمم. خب پس بهت استرکنین رو پیشنهاد میکنم. از گیاه جوزلقی گرفته شده. به محض اینکه بخوریش حافظت رو از دست میدی. اینجوری دیگه نه دردی حس میکنی نه حسرتی میخوری. بعدش هم بیحال میشی و بدون اینکه بفهمی خواب به خواب میشی. این یکی واقعا واسه تو ساخته شده. زن داغ دیده با کف دست چشمهایش را مالید و گفت جوزلقی؟ لوکریس جسارت به خرج داد و گفت ولی اگرم بخوای میتونی خودت سم مورد نظرتو بسازی. خیلی از زنها دوست دارن بستر مرگشون معطر باشه. مثلا با گل انگشتانه که موجوده، چند تا گلبرگشو میریزی توی هاون و میکوبی. میدونی این دست از گلها خیلی شبیه دست شلو افتاده آدمهای غم زدن. وقتی خوب کوبیدیش با آب مخلوطش کن و بجوشون. چند دقیقه بذار سرد بشه و این مدت برو آب دماغتو بگیر و نامه خداحافظی تو بنویس. بعد محلول جوشونده رو صاف کن. دوباره بذار جوش بیاد تا آبش بخار بشه. آخر سر یه ماده سفید و کریستالی ازش باقی میمونه که میخوریش. خوبیش اینه که گرون نیست. شاخه گیاه کواری هم هست که میتونی از دونه‌هاش تئوبرومین بگیری. مشتری از این همه امکانات پیش رویش مات و متحیر شد و نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. اگه شما بودین کدومش رو انتخاب میکردین؟ چشمان زیبا و موقر لوکریس به نقطه‌ای در دور دست خیره شد. لحظه‌ای انگار در مغازه نبود. من راستش نظری ندارم. ما خودمونم افسرده ایم. 1000 تا دلیل واسه خودکشی داریم ولی نمیتونیم محصولاتمون رو روی خودمون امتحان کنیم. اینطوری در مغازه تخته میشه. اون وقت کی به مشتریا برسه؟ بعد به خودش آمد و گفت
چیزی که من میدونم اینه که سیانور زبون رو خشک میکنه و حس بدی بهت میده. به همین خاطر موقع درست کردنش یکم برگ نعنا بهش اضافه میکنن تا دهن رو معطر کنه. اینام باز پیشنهادای دیگه یه که بهتون گفتم. باز هم بخوام توصیه کنم نوشیدنی روز هست. او صبر کن ببینم امروز صبح چی درست کردم؟ به سمت منو آویزان روی پنجره رفت. با گچ رویش نوشته شده بود پری شنی. آره پری شنی، چرا قبلا به فکرم نرسیده بود؟ آخ چقدر حواس پرتم. مادام شما نمیدونید از بین سمهای تماسی و بویایی و خوردنی کدوم رو انتخاب کنید. این مخلوطی از اون ستاست. ساخته شده از مهرگیا، ژل مرگبار و رایحه صحرا. لحظه آخر خودتون تصمیم میگیرید که لمسش کنید یا بخوریدش یا بوش کنید. نتیجه همشون یکیه. مشتری تصمیمش را گرفت. خوبه، همینو میبرم. از خریدتون پشیمون نمیشید. چقدر خنگم، چطوری فراموش کرده بودم. این بچه هوش و حواس برام نذاشته. با سرش اشاره‌ای به آلن کرد که روبروی قفسه طناب‌ها پاهایش را جفت کرده بود و دستهایش را روی سرش گذاشته بود. مادام شما بچه دارید؟ یکی داشتم در واقع. یه روز اومد اینجا و واسه یه تفنگش گلوله خرید. همه چی رو زشت و سیاه میدید. هیچ وقت نتونستم شادش کنم. خانم تواج قصه خورد و گفت کاش ما میتونستیم همینا رو به این بچه‌مون یاد بدیم. همه چی رو چپکی میبینه. باورتون میشه؟ من که نمیدونم چی بگم. باور کنید همونطور که اون دوتا رو بزرگ کردیم اینم بار آوردیم. اینم باید افسرده میشد ولی همیشه نیمه پر لیوانو میبینه. دیدش مثبته. لوکریس آهی کشید و دستش را که از خشم میلرزید بلند کرد. مجبورش میکنیم اخبار تلویزیون رو نگاه کنه تا روحیش خراب بشه. ولی مثلا اگه هواپیمایی با 250 مسافر سقوط کنه و 247 نفرشون هلاک بشن فقط تعداد بازمانده ها رو یادش میمونه. ادای آلن را در میآورد. وای مامان، زندگی چقدر شگفت‌انگیزه. 3 نفر از آسمون افتادن پایین و زنده موندن. من و شوهرم که دیگه بریدیم، باور کنید. بعضی وقتا دلمون میخواد از این سم پری شنی بندازیم بالا و راحت بشیم. ولی حیف که مسئولیت مغازه اجازه نمیده. مشتری توجهش به آلن جلب شد و به سمت او رفت. این گوشه چی کار میکنی؟ آلن سرش را با موی فر طلایی‌اش به سمت خانم بلند کرد. نقاشی در دستش بود که در آن چسب زخم بزرگی روی دهان بچه زده شده بود. روی زمینه صورتی با ماژیک یک نفر پوزخند شیطنت آمیزی کشیده بود که زبانش را درآورده بود. گوشه لب‌ها به سمت پایین افتاده و شبیه آدم‌های زشت و شرور شده بود. مادرش در حالی که بطری سم آن زن را بسته‌بندی می‌کرد توضیح داد. کار ونسان برادر بزرگشه. اون از این شکلکا میکشه. زیاد از اون زبون بیرون افتاده خوشم نمیاد ولی بازم بهتر از قهقه زدن اینه که میگه زندگی شگفت انگیزه. مشتری دستی به چسب زخم زد و آن را بالا کشید. زیر آن شکلک اخمالود و دهان چسب خورده کاملا مشخص بود که بچه‌ای میخندد. لوکریس بسته را به مشتری داد. جریمش کردن. تو مدرسه ازش پرسیدن کیا خودکشی میکنن؟ اونم جواب داده بود آدمای شاکی. ونسان جلابه‌ای با طرح بمب و دینامیت و جرقه‌های انفجار تن کرده بود. 20 سالش بود. دیوارهای اتاقش هیچ تزئینی نداشت. روبروی تختی باریک نشسته و آرنج‌هایش را روی میز سنگین چسبیده به دیوار گذاشته بود و تسبیح در دستانش می‌لرزید. فرزند ارشد خانواده تواج ابروهای پرپشت و ریشی زبر و قرمز داشت. نفسش می‌لرزید و به زحمت بالا می‌آمد. نگاه همیشه کجش بازتابی از زجر درونیش بود. از میگرن عذاب می‌کشید و بانداژش قسمت فوقانی سرش را متراکم کرده بود. لب پایینش به خاطر گاز گرفتن کبر بسته و پف کرده بود. در حالی که لب بالایی نازک و سرخ و لطیف بود. روی میز روبرویش ماکت عجیب و خوفناک یک ساختمان بود.
در حالی که پشت سرش آن طرف دیوار این صدا به گوش می رسید. مامان، مادرش از آشپزخانه داد زد. چی شده؟ آلن آهنگای شاد میخونه. وای نه، بگم چی کارت کنم؟ کاش به جای این بچه تخس مار افعی به دنیا می آوردم. لوکریس به راه رو آمد و در اتاق آلن را باز کرد. قطعش میکنی یا نه؟ چند بار باید بهت بگم ما نمیخوایم به این سرودای شاد مزخرف گوش بدی. مگه مارش خاک سپاری و واسه سگ ساختن؟ میدونی این آهنگا چقدر حال برادرت رو بد میکنه؟ سرش درد میگیره. اتاق آلن را ترک کرد و به اتاق ونسان رفت و روی زمین با ماکت ساختمانی فرو ریخته مواجه شد. او اختراعت داشت تموم میشد؟ رو به آلن فریاد زد. نگاه کن موسیقی چه گندی بالا آورد. واقعا باید به خودت افتخار کنی. همین لحظه پدر خانواده هم وارد شد. چی شده؟ مرلین پاهای بیحالش را روی زمین کشاند و به آنها ملحق شد. حالا هر سه آنها، لوکریس، مرلین و میشیما، دور ونسان حلقه زده بودند. خانم تواچ داد زد. میگی چی شده؟ بازم آقا پسرتون خرابکاری کرده. شوهرش پاسخ داد. اون پسر من نیست. ونسان پسر منه. این یه تواچ واقعیه. مرلین پرسید. پس من چی؟ منم تواچم. میشیما بانداژ سر ونسان را نوازش کرد. چی شد؟ ماکتت خراب شد؟ مرلین پرسید. ماکت چی بود؟ ونسان با بغض و افسوس گفت. ماکت یه شهر بازی که توش خودکشی میکنن. ماکت چی؟ میتونه برای آدم‌هایی که از زندگی سیر شدن یه کارناوال باشه. تو قسمت تیراندازی مشتریا پول میدن، ولی نه واسه این که شلیک کنن، بلکه به این خاطر که بهشون شلیک بشه. میشیما روی تخت نشسته بود و به حرفهای ونسان گوش میداد. پسر من نابغه است. فکرش رو بکنید، مرگبارترین شهر بازی دنیا میشه. توی پیاده روهاش سیب زمینی سرخ کرده با قارچ سمی میفروشیم. بوش اشک مشتریا رو در میاره. لوکریس و مرلین از این فکر در پوست خود نمی گنجیدند و به بوی خوش سیب زمینی سرخ کرده فکر کردند. میشیما فریاد کشید. با قارچ سمی؟ جعبه موسیقی آهنگای غمگین پخش میکنه. گاو وحشی شهربازی مردمو جذب میکنه. یه پرتگاه نرده‌ای خیلی بلندم میسازیم که عشاق میتونن دست تو دست هم خودشونو بندازن پایین. دقیقاً انگار از یه صخره خودشونو پرت میکنن. مرلین دستهایش رو به هم مالید. سر و صدای سوت و چرخ قطار با جیغ آدما ادغام میشه و اونا رو به سمت قلعه گوتیک میبره که پر از تله‌های شگفت‌انگیز و مرگاوره. برق گرفتگی، غرق شدن، دروازه‌های نوک‌تیز قلعه که پشت مردم فرود میان. بعد از خودکشی به دوستان یا اقوامی که فرد دلسرد رو همراهی میکنن جعبه خاکستر اونا رو میدیم. آخه آدمایی رو که اینجا خودکشی میکنن میندازیم تو کوره آدم سوزی. میشیما گفت این بچه خارق‌العاده است. پدر تو کوره کار میکنه، مامانم میتونه بلیط بفروشه. من چی؟ من کجا کار کنم؟ منم میخوام مفید باشم. ونسان سرش را به سمت مرلین چرخاند. چشمانش زیر بانداژ سرش غمگین و نگاهش نافذ و شکننده بود. پرتو ویران کننده ای داشت. ناگهان از قاب پنجره اتاق تاریکش در تاریکی بیرون لامپ‌های مهتابی یک بیلبورد تبلیغاتی به رنگ زرد سیر درآمدند. رنگ از چهره ونسان پرید و تحت تأثیر این نور مصنوعی حاله‌ای از خود ویرانگری درون مغزش نفوذ کرد. پدر، مادر و خواهرش از فریاد تلخ و شکننده او تکان خوردند. رنگ نور قرمز شد. ناله‌اش مثل بمب ترکید. میتونه مثل وقتایی باشه که خوابشو میدیدم. همیشه رویای همچین چیزیو میدیدم. یه همچین جایی، شهر بازی خودکشی. مادرش پرسید خیلی وقت فکر اینجور جایی تو سرته؟ آره،
فکرشو بکنید یه عده رو استخدام میکنیم تا لباس جادوگری بپوشن و به رهگذرای توی پیاده رو آبنبات سمی تعارف کنن.